من بلد نیستم شنا کنم چون میترسم غرقشم بمیرم، ولی کلا بهش که فکر میکنم به نظرم منطقی نمیاد. کلا وقتی به شنا یاد گرفتم فکر میکنم اگه فرض این که اصلا استعداد نداشته باشم و یاد نگیرم و بذاریم کنار، 3 تا سناریو وجود داره. اولیش اینه که برم یاد بگیرم و تا آخر عمر شناگر باشم. دومیش اینه که برم یاد بگیرم و موقع یاد گرفتنش غرقشم بمیرم. آخریش هم اینه که کلا هیچ وقت نرم شنا یاد بگیرم و بعداً حالا یه جور دیگه بمیرم. سالانه 5 میلیون نفر در آمریکا میرن که شنا یاد بگیرن. همینطور از لحاظ آماری سالانه 4000 نفر در آمریکا بر اثر غرق شدن میمیرن. که از این تعداد کمتر از 1% در هنگام یادگیری شنا میمیرن. پس احتمال مرگ هنگام یادگیری شنا تقریبا برابر با 0.18% که تقریبا میشه 1 نفر از هر 125,000 نفر که این احتمال خیلی کمیه. پس با محاسباتی که انجام دادیم تقریبا احتمال اینکه موقع شنا یاد گرفتن غرق شم و بمیرم وجود نداره. و کلا 2 تا گزینه جلومه، اینکه شنا یاد بگیرم یا شنا یاد نگیرم. و خب اصلا منطقی به نظرم نمیاد که چرا من دارم این گزینه که شنا یاد نگیرم رو انتخاب میکنم. درست. دستم تو جیبمه خوبه؟ عالیه. سلام، ما امروز اومدیم قبرستون. گفتیم که بیایم یه چند تا قبرستون رو ببینیم که بعد تصمیم بگیریم اگه یه روزی قرار بود یه جایی به خاک سپرده بشیم کدوم رو ترجیح میدادیم. حالا بیایم بریم با هم دیگه قبرستون شماره 1 رو بگردیم. داغه. داغ بود ولی خیلی خوبه این آبخوری، خیلی چیز خوبیه. ما الان مثلا تازه از در رسیدیم، ماشینمون همینجاست، آبخوری هم همینجاست، یعنی خیلی در دسترس و خوبه آبخوریش. بعد شبیه آبخوریای سنترال پارک هم هست. و بعدش این بود که آبش ها جوش بود و واسه دستم گرمتره انگار تا دهنم، واسه دهنم خنک‌تر بود. قبرستونش انگار یه بخشایی داره که پرایوت ترن، واسه نمیدونم آدمایی که یه کاری شاید کردن برای اینجا یا آدمای پولداری بودن دیگه. یه بخش پولداری داره، یه بخش معمولی داره. بخش پولداریش خوبیش اینه که پرایوسی دارن. دور قبرها رو یه سری شمشاد زدن که از هم جداش میکنن. مثلا تو اگه اینجا خاک بشی حتما لزومی نداره که با بغلی صحبتی داشته باشی، ولی یه چیزایی داره. مثلا بعضیاشون شمشادای بینشون بلندتر و پرتره مثل این، ولی بعضیا شمشاداشون خیلی کوتاه و تونکه. خب این خیلی پرایوسی نداره. این پرایوسیش خیلی کمتر نسبت به اونو ببین، اون خیلی وضعش خوبه. این وسطش سوراخه. خیلی وضعش خوبه. این تا اینجا بهترینشون بوده. چه هوایی. الان اون چیزی که داره، معماری که اینجا داره این شکلیه که دورش اون قبران که شمشاد دارن و مال پول دارن، مرکزش قبرای معمولی هن که هیچ پرایوسی نه، معمولی هن دیگه، همه پیش همه. ولی نه کلا خوبه، این بخشش هم خوبه. اینا مثلا طبقه متوسطن. خاطراتی که من با قبرستون دارم، قبرستون کرمون چیز داره، شهربازی داره بغلش. ها بغلش توی قبرستونه. نگاه کن یه جاییه اسمش هست مسجد صاحب الزمان.
کوه داره بغلش، یعنی دقیقاً چسبیده به قبرها کوهه. یه محلیه که کوهنوردا خیلی میرن کوهنوردی میکنن. یه ذره این ورترش شهر بازیه، یک از این کشتیای هما داره، خوبه کشتیشو منم سوار شدم. این ورش هم این وسطش و این ورش هم که دیگه قبره. احساس جالبی دارم نسبت بهش، چون اونجا هم رفتم تفریح کردم، هم سر قبر رفتم و اون بخش ناراحت کنندش بوده، یه احساسات قراقاتی دارم. اگه بخوام از امنیتی های این قبرستون بگم، اولیش این فواره است. فواره خیلی مثل میگن بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. من وقتی به فواره نگاه میکنم مدت طولانی همچین حسی دارم، یعنی یه حس به زندگی فکر میکنم، چون هی این آبه میریزه، هی بر میگرده، هی میریزه. واقعا داری میگی یا همین الان بهش فکر کردی این اومد تو ذهنت؟ از خودت در آوردی الان؟ نه ببین اینقدر عمیقی به این دقیقا فکر نکرده بودم. الان نگاه کن، زل بزن بهش یه تایمی به معنای زندگی و این چیزا فکر نکردی الان؟ نه راستشو بگو نکردی. خب ولی خیلی خوبه، این یکی از چیزهای خیلی مثبتیه که این قبرستون داره. پوان چیه؟ پوان رو کجا میارن؟ نمیدونم، تو فرانسویه؟ قبرستون شماره 1 خیلی قبرستون جمع و جور و آرومی بود، بعد فواره داشت، آبخوری داشت و اگه حالا وضعیتم خوب بود شمشادم بهت میدادم. کلا رو هم رفته قبرستون خوبی بود. من بهش امتیاز 6 میدم. این 4 امتیاز رو واسه این کم میکنم که به نظر میخوره قبرستون معمولی بود، هیچ چیز جالبی نداشت واسه کشف کردن، خود حسین سرور بود، خیلی قانون و اینا زیاد داشت، من خیلی خوشم نمیاد، خود استرس میده به این موضوع و این 4 امتیاز رو به خاطر این کم میکنم. من چون از اینکه بمیرم نمیترسیدم، حالا از این میترسم که کسایی که دوستشون دارن بمیرن، ولی مگه خودم نمیترسیدم. چه اولین بار در مورد مرگ فکر کردی؟ اولین برخوردم با مرگ امپراتور دریا بود. عشق تو هر دم خنده با لبهای من قهره. خیلی ناراحت شدم، یه عالمه گریه کردم، ولی بعدش حالا تجربه واقعی یکم بزرگتر که شدم، مامان بزرگم مرد. چه ریاکشنی دادی؟ من یه عالمه گریه کردم، اصلا خیلی تجربه بدی بود. خب واسه چی میترسی که غرقشی بمیری؟ فکر کنم ارثیه. ارثی کلا میترسین غرقشین بمیری؟ نه یعنی یه چیزی که به ارث بردم. میدونم ارثی چه معنی میدونم. یعنی یه چیزی که بهم منتقل شده از والدینم. مثلا نگاه کن، من خیلی کوچولو بودم، میرفتم کلاس ژیمناستیک با خواهرم. بعد دخترش که از ژیمناستیکمون گردنش شکست مرد. بعد مامانم چون میترسید ما هم بمیریم دیگه نذاشت ما بریم کلاس ژیمناستیک. یکم بزرگتر شدم که از کاراته میرفتم، خیلی هم به مقاطع بالایی رسیده بودم، به کمر سبز بودم، سبز آبی بودم. سبز چندمیه؟ سفید، نارنجی، سبز، آبی. من آبی بودم. آبی بود. بعضیا زردم میدن، بعضیا اصلا ما یه راست میرفتیم نارنجی. کیلوییه؟ بعضی زرد میدن بعضی نمیدن. ببین یعنی مثلا ما کاتا رو 2 تا میرفتیم به جای یکی، یه جا از سفید میرفتیم نارنجی، زرد رو اسکیپ میکردیم. درست. بعد یکی توی کلاس کاراته دیگه ای، توی کلاس کاراته ما هم نه، توی کلاس دیگه ای موقع تمرین به ضربه زدم، اونم مرد. اونو اینجوری نبود که مامانم نذاره دیگه برم، ولی اینقدر گفت مواظب باش دیگه نرفتم اونم. آره و یعنی انگار مثلا همیشه یه صدای دورم بود که میگم مواظبش نمیری. توی نظریه فروید بچه‌ها فقط پدر و مادرشون رو نگاه نمی‌کنن. اونا ارزش‌ها، قوانین و باید و نبایدهای والدینشون رو جذب می‌کنن که به این فرآیند میگن اینترنالیزیشن. فروید میگه این درونی سازی منجر به شکل‌گیری سوپر ایگو میشه که کنار اید و ایگو 3 بخش اصلی شخصیت رو تشکیل میدن. یعنی بچه یه تصویر ذهنی از انتظارات و باید و نبایدهای مامان بابای خودش رو تو ذهنش شکل میده و اونو به عنوان یه بخشی از شخصیتش با خودش حمل میکنه.
اگه پدر و مادر محتاط یا مضطرب باشن، تو هم ناخودآگاه یاد گرفتی که دنیا جای خطرناکیه که ترسیدن توش واکنش درستیه. پس حتی وقتی خطری وجود نداره، ذهنت میخواد روی چیزایی که ممکنه اشتباه پیش بره تمرکز کنه. دقیقا مثل پدر و مادره. در واقع مثل اینه که یه نسخه کوچیک پدر و مادر تو همیشه با خودت داری. خب ما آمدیم قبرستان شماره 2. قبرستان شماره 2 همینطوری واردش که میشدی، یعنی در ورودی نداشت، یه جاده‌ای بود، از جاده واردش میشدی، بعد این دریاچه رو میدیدی. خیلی قشنگه. من چشم حالا خیلی درست نمیبینه چون عینکمو ندارم، ولی حس میکنم یه سنگایی وسطش درست داره. میبینی. شبیه اون جاهایی که گریزلیا سالمون شکار میکنن، فقط اون آبش خروشانه، این آبش راکده. ماهی هم داره آبش تازه. یا آدمایی دارن ماهیگیری میکنن. اینجا خیلی جای باحالیه. فبو گوه میاد. دقیقا تنوره، نمیدونم چیه. آره جای گردشگریه، جای پیکنیکه. بغل دریاچه هست، باربیکیو داره، چه میدونم آلاچیق. بو از اوناست؟ بو میده فقط. هیچی نداره ولی ها به جز اون نمیدونیم چیه، تنوره چیه، یعنی آبخوری نداره. شیبش یه ذره اذیت میکنه، نه به سختی. ولی خب وقتی که دیگه مردی دیگه راه قرار نیست بری. اون قبرستون قبلیه خیلی قبرستون شهری بود حس میکنم نسبت به این. انگار مثلا مسیر نداره، مسیر آسفالتی کم داره، بعد دقیقا چسبیده به دریاچه، دم و دستگاه هم نداره. اینجا بخش پولداریش اینه. بعد خیلی معماریش شبیه چیز میمنده. این سنگای قلمبه قلمبه‌ای که سایزشون فرق داره، بعد با یه گلی به هم وصل شدن. میمند یه روستایی تو شهر بابک کرمون. بعد خیلی باستانیه. روستای باستانی. یه روستای باستانیه میمند. از شمشاد به نظرم باحال‌تره. بیشتر وایب قبرستون میده بهم. شمشاد بولواره. شمشاد مال بولواره. مال قبرستون نیست. یه قبر بغل قبر ماموزای بابا بزرگم بود که ما هر موقع میرفتیم سرخاکشون بابا مینا میشستن رو اون، مثل صندلی باش برخورد میکردن. قبر کنار قبر. آره. بعد یادم مثلا یکی دو بارم صاحباش اومدن و اینا خیلی ریلکس پا میشدن میرفتن. خیلی جالب بود برام برخورد بابا مینا با اون قبره. چقدر قشنگه این قبره. از اینجا ویوش خیلی خوبه. میگفتی؟ نمیدونم، کلا خیلی موافق نیستم که به قبر باید احترام بذاری، ولی اونا خودشون عقیده رو داشتن که به قبر باید احترام بذاری، ولی فقط به قبرهای خودشون. قبر بقیه نه. ما اول که اومدیم اینجا یه حیوان پشمالویی بود، من فکرم گربه است. بعد یکم رفتیم نزدیکترش، حتی این روباه باشه، دومشه که روباه بود. بعد دوید رفت. خیلی بامزه بود. به نظرم خیلی نکته مثبتیه که یه قبرستونی حیوان داشته باشه. من دوست دارم قبرستونم حیوان داشته باشه. انگار مثلا یه آدمی هم که دکترها ازش قطع امید کردن هر 20 روز دیگه بمیره. یه طوری دارم.
چی بگم؟ وقتی مردی دوست داری با چیزت چیکار کنم؟ چی بگم؟ با کالبادت. با کالبادم قشنگ. وقتی مردی دوست داری با کالبادت چیکار کنم؟ من دوست وقتی مردم بهم بگن کالباد. الان که گفتی فهمیدم خیلی کلمه کالباد خوشم میاد. کالباد. مثلا فرباد. کلمه خیلی کلمه فارسیه فکر کنم. جواب سوالم. من واقعا فکر کردم به این موضوع تو فیلم‌ها که میبینم مثلا چه میدونم خاکستر میکنن یا خاک میکنن اینا هیچ وقت بهش نتیجه نرسیدم. اصلا برام مهم نیست. اصلا برام مهم نیست. اصلا برات مهم نیست. راستش خوشم میاد از اینکه مثلا میرن با خاکستری کار با معنی میکنن، یه جایی با معنی میریزنش. مثلا مردیت که مامانشو ریخت تو آب اتاقم. پس هنوز تصمیم نگرفتی؟ نه نمیشه دوتاشو داشته باشم. نصفمو بسوزونن من بریزن تو دریا، نصفمو بکنن تو قبر. قبرستون شماره 2 خیلی قبرستون خوبی بود. اصلا از همون اول که از بالا واردش میشدی یه ویوی خیلی قشنگ داشت. یه رودخونه بزرگ بود، توش سنگ بود. بعد اون پایینش که میرفتی میتونستی ماهیگیری کنی، باربیکیو کنی. حیوان داشت. این حیوان خیلی امتیاز مثبتی بود. من امتیاز 9 میدم به قبرستون شماره 2. اون یه امتیاز رو واسه این کم میکنم که اون ورش یه خورده خونه بود، خیلی آرامش نداشت، صدای بچه میومد هر از گاهی. این بعضا پوینت منفی بود. این یه امتیاز رو واسه اون کم میکنم. من ترجیح میدم کاری که دوستم بکنم به جای اینکه بشینم بترسم. چون اگه همش بخوام بترسم هیچ کاری نمی کنم. زندگیم خیلی خسته کننده و یک نواخت میشه. اینطوری دیگه حسرتش نمیمونه واسم. بعدا نمیگم حالا من چرا به این دلیل مزخرف کاری که میخواستم و نکردم و زندگیم خسته کننده بوده. ما اومدیم قبرستون شماره 3. این قبرستونه مثلا که قبرستون متروکه ایه، خیلی هم قدیمیه، مال سال 1800 خوردیه. یه خورده جای مخوفیه. بعد دقیقا روبروش اومدن یه مهد کودک زدن. بهترین جا رو واسه یه تاسیس مهد کودک پیدا کردن. حالا بیایم بریم توش. تمیزش میکنن. ولی وضعش بد نیست قبرها، ولی لایه این لاه هم قبره. جالب به نظرم. چه احساسی داری توی قبرستون متروکه؟ نبودم تا حالا. جالبه. تنها فرقش الان اینجا با یه جنگل اینه که یه سری سنگ وسطشه، وسط درخت‌ها. شاید اگه زمستون بیایم این درخت‌ها هم خوش باشن ترسناک‌تر باشه. اگه شب بیایم چی؟ شب خیلی ترسناکه. یه مسیری علای درخت‌ها آمدیم یا رسیدیم به یه قبر زیبایی مصنوعی. همه گلای سر قبرها مصنوعی. بچه بوده 1904 مرده. این فکر کنم مامان اون بوده، جنت. بس ببینم یه چیزی بذار بررسی. نه این بچه ربطی به اون، فقط هم فامیل بودن ولی مامانش نبوده. من خوشم آمد از این قبر، خیلی خوشم آمد. ها یه پوینت مثبتی که داره من از همون قبرستونه اینه که خورشید هیچ وقت نمیتونه اذیتت کنه، چون خیلی شاخه‌ها در هم تنیده است، نورش خیلی نمیاد. خب بیا بریم جایی بعدی. توالت هم داره. آره همین رو خواستم بهت بگم. نمیخوای بری؟ نه. چقدر تمیزه. دستمال جدید. خیلی خوبه. تاریخ زدن آخرین باری که تمیزش کرد. دستشون در نکنه. این واقعا خیلی مثبتی بود.
خب یکی از آپشن هایی که اینجا داشت توالت بود. تو 2 تا دستشوی قبلی ما تو 2 تا قبرستون قبلی ما توالت ندیدیم. در مورد نظافت اینجا نظرت؟ حالا شاید یه چیزایی ببینیم مثل اینا، ولی به نظرم در کل با توجه به اینکه جای متروکه‌ای و فندک قشنگه، دست نزن. با توجه به اینکه جای متروکه‌ایه به نظرم خوب تمیزه. من توقع جای کثیفی داشتم واقعا. خیلی بزرگه، همینجوری راه میریم راهمون رو گم نکنیم. همینو برمیگرد. مطمئنی؟ آره. نمیخوای آثار رو تلی کنیم؟ یه وایب لستافاسی داره. آره میخواستم بگم شکل لوکیشن فیلم برداری این سریال زامبی ومپایری هست. جای قشنگه، خواستم یه فیلمی بسازم. از این لوکیشن استفاده کن. آره در نظر میگم اینجا رو. واسه من زیادی چیزه متروک است، یعنی انقدر متروکه خوشم نمیاد. یه مثلا این مدلی که مثلا من خیلی آدم هتل نیستم. یونولیت. مثلا من خیلی آدم هتل نیستم، بخوام مثال بزنم برات. آدم مثلا چادر زدنم نیستم. ولی یه چی اون وسطش رو دوست دارم. مثلا موتل رو دوست دارم. بو نده حالا. مثلا چند نفر تا حالا اینجا گم شدن؟ توی سال 2020 فکر کنم اینجا توی ماشین یه جسد پیدا کرد. عرفان چرا اینو بهم گفتی الان؟ خب سوال پرسیدی. کجا داریم میریم؟ 2020 خیلی دور نیست. 5 سال پیشه. ولی هنوز قاتل دستگیر نکرد. بریم عرفان. آخه خیلی جای بزرگیه. چرا خب هیچی نیاوردیم با خودمون؟ یه اسپری فلفلی حداقل میآوردیم. خب نریم؟ کجا نریم؟ خونه. برو به سمت نور. خودمم نخوام برم، با اینجا که آوردیمون میبرنم. تو که حقته. یونولیت. بابا عرفان چند بار یونولیت جالب‌ترین چیز اینجا صرفا یونولیت بود. من چجوری مثلا 4 تا تیکه سنگ، الان اگه این سنگا نبودن آدما میومدن اینجا لذت میبردن اسم میکنم، ولی هیچ کس اینجا نیست. ببین چقدر قشنگه این گلا اینا. این سنگا چیکار میکنه با ذهن آدما؟ به چی میخوای برسی نمیفهمم. یعنی چی سنگا چیکار میکنه با ذهن؟ اگه اینجا صرفا یه جنگل بود مثلا مسیر هایک میشد. آخه مسیر هایک نیست. ولی میشه آدما بیان توش هایک کنن. داش وازه. میشه. ولی نمیام فکر کنم. به خاطر سنگا. آره دیگه. این سنگا. به خاطر سنگا. من نمیتونم منظورم خوب بگم. یعنی میخوام بهت بگم این همه درخت و زیبایی هست، ولی تاثیر اون سنگا قوی تر رو ذهن آدما که نمیذاره لذت ببریم از. اوکی. یه بریم. من زد قبر کردن رو کی یاد داد؟ کلاغ یاد داد به قابیل و حابیل. من جوی تو ذهنمه که قه چون خیلی کلمه خشنیه، قابیل اون بده بوده، حابیل اون خوبه بوده، ولی گفته قابیل حابیل را بقید. دیدی گفتم خیلی خوب بود. قابیل پس بده بوده قه داره. آره. کلاغه به قابیل یاد داد حابیل رو بکش. حابیل رو کلاغه به اصلا این جمله است که میگن چند بار میتونی بگی، 3 بار پشت هم بگو. کلاغه به قابیل یاد داد حابیل رو خاک کنه. من کلاغ خاک میکنه. نه همون موقع 2 تا کلاغ همدیگه رو کشتن فکر کنم. خب بعد کلاغ خاک کرد. آره یه چیزی شاید رو کلاغه کرد دیگه. حالا نمیدونم چرا یه حیوانی نیومد که مثلا چال میکنه یا خاک میکنه. کلاغ گفته امام صادق اینا رو تعریف کرد. قابیل جسد حابیل را در بیابان افکند چون نمیدونست باید چی کار کنه، همینجوری انداخت تو بیابون. بعد دید درندگان رفتن سمت جسد. بعد یه مدت جسد رو به دوش خودش داشت میکشید.
ولی فایده نشد. این پرنده ها، این کرکس تا خداوند 2 کلاغ را مأمور کرد. آها مأمور بودن. آره که یکی از کلاغا اون یکی رو بکشه، بعدش شروع کنه با دست و پاش زمین رو کندن و اینا تا یاد بگیره. این اسکل بوده. آپشن بهتری نداشت که توضیح بده بهشون. کلاغ اون دور و بر بوده دیگه. جیجلنگو، این اسمشون جیجلنگوه چون اگه تکونشون بدی جیجلنگ میکنه. ببین میشنوی؟ آره یه دونه هایی توشونه. آره به اینا میگن جیجلنگو. قبرستونای دیگه من ندیدم داشته باشن. این یه آپشنی بود که فقط این قبرستون داره. از این درختا خوشم. این درختایی که شاخه هاشون از اینوری افقی دراز میشه خیلی حس خوبی بهم میدن. خیلی خفنه. شبیه جایی که مثلا چیز انجام میدن، مثلا جادوگرا میان آتیش روشن میکنن. 1901 مرده. قبرش درازه. چی داشتی میگفتی اینجا شکل چیه؟ بگو. گفتم شبیه این جاست که جادوگرا میان آتیش روشن میکنن. آره میچرخن. میگم یه نفر رو قربونی خونش رو میریزن رو خاک. مشکل داری واقعا. چرا تا شروع میکنی حرف زده همچین چیزا کرده؟ وقتی که باد میاد یه صدایی میاد. بذار بیاد باد. این صدای تکون خوردن جیجلنگوهای زیاده. جیجلنگو، این درخت جیجلنگوی منه. وایسای باد خوبی بیاد. همش داشت باد میومد. مسخره کرد. اون موقعی که تو نشسته بودی داشتی از اون فیلم میگرفتی یه بادایی داشت میومد. بادای خوبی داشت میومد. دیگه باد نمیاد. اگه باد میومد یه چه جالبی میتونستی ببینی. بیا کم بشینیم تا باد بیاد. میشنوی؟ صدا جیجلنگوه. باد که میاد میخوره تو این درخت جیجلنگو. خیلی صدای خوبی میده. قبرستون شماره 3 خیلی هواش خوب بود. یعنی آدم همش میخواست توش نفس بکشه. خیلی جای جالبی بود. یه عالمه راههای پیچ در پیچ داشت. جا واسه کشف کردن داشت. هر جاش میرفتی چیز جالب میدیدی، سورپرایز میشدی. خیلی مناظر جنگلی داشت، پروانه داشت، گل داشت، دستشویی داشت. یه دستشویی خیلی تمیز داشت که دستمال داشت. من به قبرستون شماره 3 امتیاز 7 رو میدم. اون 3 امتیاز رو واسه این کم میکنم که قاتل داره قبرستونش و هنوز پیدا نشده. یعنی یه بار یه قاتلی توش رفته. پر مخوف بود و واسه من زیادی متروکه بود. این 3 امتیاز رو برای این کم میکنم. چی شدی؟ من بوچیچان شدم واسه این هالووین. بوچی شخصیت اصلی یه انیمه به اسم بوچی دراکه. شخصیتش این شکلیه که یه آدم خیلی خجالتیه، اضطراب اجتماعی داره، هیچ دوستی نداره و خیلی درونگراست. علت اینکه من این کاراکتر رو انتخاب کردم این بود که من خودم یه مقدار اضطراب اجتماعی دارم، آدم درونگرایی هستم و خب از این نظر احساس نزدیکی من میکردم با بوچی.